تا بریم با هم جزئیات پرونده امیر تتلو رو ببینیم از زبون سخنگوی قوه قضاییه. نظرت حتما کامنت کن. جناب صدرشی در مورد جزئیات پرونده خواننده امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو اتهاماتش توضیح بدید. اینکه غیر از شکایات خصوصی مدعی عموم هم وارد شده عناوین اتهامی چی هستش و مهمتر اینکه بحث فساد فی‌الارض مطرح هستش یا نه؟ فساد فی‌الارض مطرح هست. پرونده فرد مورد نظر اون پرونده‌ای که مورد نظر شماست. ایشان پرونده‌های چند پرونده در حوزه قضایی استان تهران مطمع رسیدگی دارند. مطمع رسیدگی هست نسبت به ایشان. عرضم به حضورتان که در نسبت به این فرد که اشاره فرمودید پرونده‌ای در ناحیه 33 دادسرای عمومی انقلاب تهران مطرح رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی هست و با تفهیم اتهام در خصوص ایشان قرار بازداشت موقت صادر شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند ایشان. و نسبت به پرونده‌های دیگه‌ای که داره چند پرونده دیگه‌ای که هست، یکی از پرونده‌ها